ادامه ماجرای گربه سیاه. از فردای اون روز تاریکی و گربه سیاه برام تبدیل شد به کابوس، هم توی بیداری هم توی خواب. هر لحظه انگار حس می‌کردم یه چیزی از توی سایه ها دنبالمه. چند روز گذشت تا نوبت نگهبانی من رسید. محوطه باز بود و چراغ‌های بزرگ کل فضا رو روشن کرده بودن. هوا سرد بود، قدم می‌زدم تا گرم بمونم. نصف شب بود. سکوت سنگین. فقط صدای قدم‌هام روی زمین یخ زده. یکو صدایی از پشت سرم اومد. برگشتم. دیدمش. همون گربه سیاه ایستاده بود، دقیقاً چند متر اون طرفتر. تا چشمم بهش افتاد، خشکم زد. قلبم انگار داشت از قفسه سینه‌م بیرون میزد. گربه با اون صدای عجیب و غیر طبیعیش قدم به قدم نزدیک شد. من فقط یک باتوم دستم بود. ولی از شدت ترس حتی نمیتونستم تکون بخورم. یه لحظه انگار جهان اطرافم تیره شد. گربه پرید روم. از پشت کولم رفت بالا. و چنگ زد روی پیشونیم. دست و پاهام شل شد. افتادم روی زانوهام، زور میزدم فریاد بزنم، اما نفسم قطع شده بود. صدایی از گلوم بیرون نمی اومد. گربه اطرافم میچرخید. صداهایی در می آورد که هیچ شبیه صدای حیوان نبود. اون لحظه یه چیز خیلی عجیب حس کردم. اختیار بدنم ازم گرفته شده بود. ترس تبدیل شد به یه حس پوچی و خالی بودن. انگار از دنیا جدا شدم. انگار وجود نداشتم. بعد از چند لحظه گربه رفت. اما من برخلاف انتظار فریاد نزدم، فرار نکردم. رفتم نشستم روی سکو. انگار همه چیز بی ارزش شده بود. حتی خودم. صبح که رسید با هزار بهونه از فرمانده مرخصی گرفتم و برگشتم خونه. ماجرا رو برای مادرم تعریف کردم. اون هم بدون مکث منو برد پیش کسی که بهش میگفتن سید محمد. سید یه دعایی نوشت و داد دستم. گفت همیشه همراهت باشه. وقتی دعا رو گرفتم یه حس آرامش توی قلبم نشست. نمیدونم تلقین بود یا یه چیز واقعی. ولی موقع برگشت به پادگان حس میکردم قوی تر شدم. چند روز گذشت و دیگه حتی یک بار هم اون گربه رو ندیدم. خیلی خوشحال بودم چون فکر میکردم کابوس تموم شده. ماها گذشت. آموزش بالاخره تموم شد. وقت تقسیم نیروها رسید. من افتادم ارومیه، ستاد فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی. وسط شهر پر رفت و آمد، پر از نور و آدم. توی ستاد منو گذاشتن قسمت پشتیبانی قرارگاه. یعنی بیشتر شیفت های من نگهبانی و کارهای پادگانی بود. همه چیز انگار دوباره داشت عادی می شد.